شیطان در مقابل خالق متعال بیادبی کرد و حتی چالش داد. گفت ما میخوایم بنده های تو را از هر طرف بالای از اینا حمله بکنم، از هر جهت بیم سر از اینا حمله بکنم و ما میخوایم که بنده تو را نابود بسازم، از بین ببرم. آدم وقتی که پیدا شد من به خاطر از او لعنت شدم، چون من خواستم که آدم بلغزانم، لکن آدم بالای من قوی شد. من تکبر کردم، تکبر من نابود کرد. او تواضع کرد، تواضع از او را رتبهش بلند ساخت. پس در اینجاست که شیطان در مقابل خالق متعال چالش میده که من تمام بنده های تو را گمراه میکنم، لکن کی نمیتونم گمراه بکنم؟ الا عبادک منهم المخلصین. من بنده های مخلص تو را گمراه کرده نمیتونم. اخلاص چی هست؟ اخلاص اینمی هست که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم به خاطر رضایت الله هست، عباداتم به خاطر رضایت الله هست، نشست و برخاستم به خاطر رضایت الله هست، زندگیم به خاطر الله هست و مرگم به خاطر الله هست. به این خاطر این انسان مسلمان وقتی که میبینه که در ماه مبارک رمضان اخلاص بسیار قوی پیدا میکنه و به این شکل به خالق متعال فقط او را مراقب خود دانسته، در لحظات بسیار دقیقه که سرش بسیار فشار می، خصوصا ماه مبارک رمضان امسال بسیار گرمی هست، درجه حرارت بسیار بلند است. بسیاری وقتا مثلا یک شاگرد، یک معلم میره درس میخونه، شاید امتحان داشته باشه، شاید یک خواهر ما درس داشته باشه، کار بکنه و تمام از اینا، ولی بالاخره با وجود همه بازم اخلاص خود با خالق خود فراموش نمیکنه. و یکی از فلسفه های رمضانی است که انسان مسلمان باید روزه چی باشه؟ روزه کامل باشه. روزه کامل کدام روز است؟ روزه است که دست انسان روزدار باشه، زبان انسان روزدار باشه، چشم انسان روزدار باشه، قلب انسان روزدار باشه و تمامی اعضای بدن انسان روزدار باشه. حالا ما میخوایم که تمام اعضای بدن ما روزدار باشه، پس به این حساب قلبم در فکر فقرا و مساکین است، فکرم به یاد مساکین است. من که تشنه هستم، همه چیز دارم، شام نزدیک است، اما او فقیر و مسکینی که هیچ چیز نداره، بعد از شام چی خواهد کرد؟ به این خاطر انسان مسلمان کوشش میکنه که تمامی اعضای بدن از او روزدار باشه.